به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز ما باز تصمیم گرفتیم درباره عمر فاروق با شما صحبت کنیم. فهم و فراست عمر ابن خطاب رضی الله عنه. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: در امتان گذشته کسانی بودند که بدون این که پیامبر باشند برای آنها الهام می شد اگر از امت من کسی چنین باشد عمر است. از کتاب متفقون علیه. در این حدیث کلمه اگر معنای تاکید را دارد، چون که اگر چنین آدم ها در امتان گذشته وجود داشته باشند پس امت محمد صلی الله علیه و سلم اولاتر یعنی بالاتر است که چنین شخصیت داشته باشد، به خاطر آن که امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین تمام امتان است. بلندی منزلت عمر ابن خطاب رضی الله عنه. از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت اگر بعد من پیامبر فرستاده شود پس عمر است. روایت امام احمد و ترمذی، حدیث صحیح. از ابن عمر الله از او راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: الله حق را در دل و زبان عمر نقش کرده است. روایت امام احمد و ترمذی، حدیث صحیح. از ابن عمر الله از او راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: رحم دلترین امتم بر امتم ابوبکر است و سختگیرترین امتم در دین الله عمر است. روایت ابو یعلا. و از حذیفه الله از او راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعد از من به دو کس اقتدا کنید یعنی پیروی کنید، با ابوبکر و عمر. روایت ترمذی. و این لحظه در موضوع شهید شدن عمر صحبت میکنیم. از انس الله از او راضی باشد روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی ابوبکر و عمر و عثمان الله از آنها راضی باشد بالای کوه احد برآمدند. ناگهان کوه به لرزه درآمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با پای مبارکش بر بالای کوه کوبید و گفت: آرام باش ای احد، در بالای تو پیامبر و صدیق و دو شهید است. روایت بخاری. مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم از دو شهید حضرت عمر و عثمان الله از آنها راضی باشد بود. موافقت سخنان عمر رضی الله عنه با قرآن. امام بخاری و امام مسلم از حضرت عمر الله از او راضی باشد روایت می کنند که گفت: سخنان من با قرآن در سه جا موافق آمدند. اولین که وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم که چی می شود که مقام ابراهیم را جای نمازخوانی تعیین کنیم، بعد این سخنم این آیت نازل شد. سوره بقره آیت 125. مقام ابراهیم را جای نمازگزاری تعیین کنید. دوم این که گفتم ای رسول الله، به نزد زنهای شما هر نمود آدمهای بد و نیک می درآیند، چی می شود که آنها را امر کنی تا که حجاب پوشند؟ بعد این سخنم آیت حجاب نازل شد. سیوم این که وقتی که زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بدرشکی کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در غضب آمد،
من به آنها گفتم شاید شما را طلاق دهد و الله برایش از شما هم زنهای بهتر نصیبش کند. موافق این سخنم آیت نازل شد. در روایت مسلم آمده است که حضرت عمر رضی الله عنه گفت سخنان من با آیت‌های قرآنی در 3 جای موافقت کردند. یکم درباره حجاب، دوم درباره نماز خواندن در مقام ابراهیم و سوم درباره اسیرهای جنگ بدر. در این حدیث چهارم موافقیتش را نیز ذکر کرده است که آن هم درباره اسیران جنگی بدر است. روزهای نزدیک باز درباره عمر فاروق با شما صحبت خواهیم کرد. ما را همراهی نمایید.